يا رسول الله وقدوتنا لن ندع. به نام خداوند بخشنده و مهربان. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: بهترین انسان کسی است که عمرش دراز بوده و عملش نیکو باشد. همه عملهای مؤمنی که پایبند دین الله است، فرضهای خداوند را به جای می آورد، همه اعمالش عملی نیک و ثواب حساب می شود. حتی خوابش که می خواهد ماندگی را از خود دور کند و عبادت و یا کار خود را دوام دهد، این خوابش هم نیکی به شمار می رود و ثواب است. و کارش که به نیت تأمین کردن عائله اش است، تأمین کردن اهلش است، این هم نیکی است و ثواب است. یهودی از علی ابن ابو طالب خداوند از او راضی باد می پرسد: شما مسلمانان در یک شبانه روز چقدر وقت را در طاعت و عبادت صرف می کنید؟ در جواب آن حضرت گفتند: در یک شبانه روز همه وقت ما در طاعت و عبادت صرف می شود. یعنی حتی خواب ما، حتی کارهای ما، حتی سخنهای ما، همه‌اش عبادت است. اگر ما پایبند دین الله باشیم و امرهای خداوند را به جای بیاوریم، از گناه و معصیت دوری جوییم. پس بیا برادری مؤمنم به سوی الله بازگردیم، همه امرهای پروردگار را به جای آوریم، از گناه و معصیت دوری جوییم تا خداوند همه کارهای ما را نیکو قرار گرداند و در نامه اعمال ما ثواب بنویسد تا در روز قیامت این به ما نفع برساند، تا از جمله نجات یافتگان باشیم و به جنت الفردوس در آمدن بر ما آسان شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برسول الله يا غرب اعتبروا